شریکی برنامه ما هستند شرکت داروسازی صاف سودا. اگر شما خود را فربه یا خراب کردن خواهید و یا موی سر شما میریزد و یا در بدن خود سفید شوی را احساس میکنید، پس به شرکت صاف سودا مراجعه کنید. همه همسی ها خواب کنیم نموندنی. غر غر نه بفته دیگه وقتی استوگرتون ها ریمونت خونتون ها ایسی زنم غر غر ایسیش با غر غر نمانه خوری tak 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 tak. Habis saya mau tak tak kita dah guna kan beroki. Mardak? Mardak. Fah itabu mekna Miraye bo ba hami naskiyosh ba hami buruk ba hami liboshay korish khovar. Mardak. Khe? چی بود تفی خونه‌ای؟ هم مرا بگیروندی اقل همین اسکیو تنه میکشی چویا برز خطمه چویا برز یک بارک تبو بکش بوی چی میکنی؟ ای تبو میکنه یک بارک نه ما بجم دیگه نمیدونی چی گفای مرده برای آبازی که هر شب آبازی میکنه کو؟ او تاری آبازی همه میکنه برای مایده سر تنه تبوشو یا مایده خطا صابون بزنه خف بزنه دندانو تبوشو یا مایده بیخ شروع کنی دیونه ای تو چی با؟ چی با؟ ما تدا مرغویم هر روز آبازی میکنم او تا ماشینم خریده هیچ این ماشینه را من نفهمیدم که چه خیلی کرتا میدوزی چه خیلی گریون میکنی چه خیلی میکشی هیچ نفهمیدم امیرم ما چه میدوزم پگه خونه شو میرم با بگن یک کرتا بدوز یا لب یک کرپاچه را بدوز نتونم دختر عیب میشوه خیلی کوزی اوتام بیا که اوتام پرسم که خریدن ده خریده اگه وقت خریدن ده من نبودم که میپرسم خیلی که چه گیرون میکنن چه میکشن بعد میفهمم نکی اوتام گفته استه که شو میکنی این همه شو را میکنم چیکار میکنم از شو را هیچ نفهمیدم خیلی مالک چیزی که در نصیب تقدیر باشده که نصیب تقدیر گرفته نمیشه برای خمه شعر بخونم بختی اولای بختی دویم دردی سرای بختی دویم دردی سرای دردی سرای بختی دویم در بدرای آفتاب زدای در تهکی دالانومه با آتای مهربان ما خانبانومه آتامه گایه منی جان شد متمه ای آتای جان نمیدانم چید بگومه ای آتای جان نمیدانم چید بگومه ای آتای جان بیا کشم نته بختی اولای بختی دویم دردی سرای بختی دویم دردی سرای دردی سرای آب روانه میروا دختم مونه میروا خونه رو بیدادشه پگه با سودا میروا آب روانه میروا دختر میمونه میروا خونه روی دادشه پگه با سودا میروا خدا جون وقتت بتا دخترم اومدی اوتا جان اومدم بچه جان چلی؟ ناز؟ نه شرم آمدی؟ اوتا جان هیچی همین را نفهمیدم چی را نفهمیدی؟ نه گیرون کده تونستم گفتم یک کرتا میدوزم نتونستم کرتا میدوزی؟ یاد میگیری بچم کسب هنره یاد میگیری انا با یک چیزش که خوبش که خشتومانت بچم خشتومانت دوزنده بوده با اون نشانت میته بچم چی شد یاد نگرفتی؟ ما را گفت که با آرزو و حواس تمام چیز
دنیا را من خودم گرفتگی میشه گفت با دخترتون گفت گرفتگی من بچه‌م نقض شده گفت با دخترتون گرفتگی نیکی گفت خطون بتونه گفت یک تا ماشینش بگیریم بس برام خمه ماشینت گرفتم بچه‌م یاد میگیری زیق نشه اوتا جان خرساندیا برای چی خرساندم اکمارا شومتی خرساندیا اوتا ای بچه‌م تو نمیفهمی آخه تو نمیفهمی اولی آخه زندگی رو اولی تو شیرینی حیات تو نمیفهمی دختر باید شوهر کنه شوهر برای تو با در زندگی مثل تمام چیز دنیا را مهیا میکنه تو چیزی بخوای برای تو شوهر مهیا میکنه زنک به مردک نمیشوه مردک به زنک بچم اولی میره خونه شوهر اکو شکنی بچم خیلی بچم افسوس او چند نبود که بفهمونه تو آخی او چند میشید که تو را میفهمون بچم چیکار کنیم خیلی همین خیلی از زندگی ایشالله تو شکر برکو با درجه اولی بچم میفورته که گریه نکه شو میفورته بچم زندگی انمی خیلی میگذره فهمیدی؟ خیلی بچم زیق نشه اولی او چند میشید بچم همه چی را تدا میفهمون همه میفهمون گریه نکه دختر بنازی دادش گریه نکه خدا بختت بده این روز هم خداوند هر کس میسر نمیگردونه بچم امروز بین ارزود رسیدی زیق نشه بچم تا که رفتی خونه شوهرت با ما خودم با فکر میکنم اون طرف شه خیلی گفتم دومو جون بیا در خونه یک تا دختر یکا و یگونه دارم تام یک بچه یکا و یگونه خیلی تا و چش روزی نشیش گفت همو خونه و در همو دختر خودت میشه هم بچه ما میشه خیلی تا جان همش فهمیدم و لیکی خل ما در زندگی تیار نیستم و تا جان نمیدونم که پستی و بلندی چه خیلیه خونه خسر خشتومن چه خیلیه اگه خونه خمون در خودم گشتم تیار نیستم و تا جان که خونه و یا برم که دیگه خیلی باشه رفت رو و زندگیشون چه میکنیم و تا جان بچم تو در زندگی در خونه که رفتی خونه هم شوهرت رفتی تو اول عزت احترامی شوهر تا بجا بیار ای مردک تا فهمیدی ها؟ انا بعد خسر خشتومان تا دوست بدار اولی با اکه مهری مادری رم که ندیدی اولی او مهری مادری را ما باوری دارم که او یک کپیسر حکی هسته او خشتومانی تا نشان میتم مهر مادره ترا دوست میداره اگر او ترا دوست نمیداشت نمیگفت که ما تمام چیز دنیا را دارم هیچ چیز نیار فقط یک ماشینک با هم دختر تا بگی یاد بگیره اکی ماشین را ما برای گرفتم کم تر دیر گرفتم نگی میفهمیدم مگر بر وقت تر میگفتم که تو یاد میگرفتی با خشتومانت واه میگفت برای خیلی دختر فهمو تا جون کامش فهموندن ما نکیو تا جون یک گپ دیگه سوال دیگه تو میتم بعد در امی دوام زندگی من چیکار کنم که شوهرم ایما روزی باشه تو چیکار کنی شوهرت ایت روزی باشه بچم در خونه که رفتین مثال بعدی توی مرده در زندگی 6 ماه اول گپ میزنه زنک گوش میکنه فهمیدی فهمیدی انا با 6 ماه دیگه زنک گپ میزنه مرده گوش میکنه ایش هم فهمیدی 6 ماه مردک میگه زنک گوش میکنه بله بعد 6 ماه با زنک میگه مردک گوش میکنه انا بود بعد 6 ماه با زنک میگه و با مردک گوش میکنه بعد دوام زندگی چی؟ دوام زندگی اگر بچم انشالله که صاحب فرزندای بسیار کشیدین با چند سالا میگذره کن حولی دا میبروین هر دتون دوی کده گم میزنین همسایه گوش میکنن فهمیدی؟ نه اوه